محفل اساسی بزرگداشت 75مین سالگرد شاعری خلقی تاجیکستان استاد کمال نصرالله در کاخ فرهنگ با نام آلین بابویف شهر پنجکین برگزار گردید. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده، صاحب جشن کمال نصرالله و هیئت همراهانشان را به شهر باستانی پنجکین صمیمانه خیر مقدم گفت. نخست اشتراکچیان این محفل با نمایشگاه سوزنی پنجکین و دیگر هنرهای دستی شهر باستانی پنجکین شناس گردیدند. با آنها اطلاع داده شد که محض توسط سوزنی پنجکین با قرار شورای جهانی هنرمندی و شهر پنجکین مقام بلند افتخاری شهر جهانی هنرمندی داده شد که این نه تنها برای پنجکین باستان بلکه برای اهل فرهنگ و هنری تاجیکستان و مردم ما افتخاری بزرگ می باشد. در تالار کلان کاخ فرهنگ شهر پنجکین محفل ادبی و فرهنگی تحت عنوان رو به محراب وطن با افتخار 75مین سالگرد شاعری خلقی تاجیکستان استاد کمال نصرالله برگزار گردید. شهر آریان پنجکین، خاکی پاکی سعدیان پنجکین، آستانت آستانی راستان، داستانت یشتهای باستان. حکمتی صد عصر در خاکی سر است، سینه وقت است این چاکی سر است. از برت رمزی وفای جاویدان، بگذرد صد روی کف اسپی تمام. ای خوشا دیوشتی چی خورم نژاد، سر به دشمن داد و میهن را نداد. رودکی بگشاد روی از روی تو، روی شعری پارسی شد روی تو. خاکی از عطری سخن گلبیزی من، موکی رحمت بارا شاعر خیزی من. نصرتی هر خاندانت زنده باد، یادی یاری مهربانت زنده باد. کوههایت زرنهاد و زرنگار، رودهایت زرگوار و زرنثار. ای گلت رویده چون فریادی سنگ، پرچمی تو چهره های آزرنگ. شهر آریان پنجکین، خاکی پاکی سعدیان پنجکین. درود از استقلال، درود از وحدت، درود از دوستی، درود از یگانگی، درود از مهر، درود از محبت، درود از زیبایی. عزیزان دوستدارانی همین زیبا دیار، درود. باعث فرحمندی است که امروز در یکی از گوشه‌های زیبا منظری تاجیکستان، شهر پنجکین باستانی 75 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی استاد کمال نصرالله برگزار می‌گردد. قدوم مبارک و خجسته شما را خیر مقدم میگوییم. خوش آمده. استاد کمال نصرالله یکی از شاعران معروف معاصر و ادامه دهنده موفق مکتب ادبی شاعران برجسته ادبیات فارس و تاجیک به خصوص ابو عبدالله رودکی بوده. در اشعارش زیادتر مهر وطن، دوستی، زبان، صداقت و همبستی و همزیستی، جوانی و اخلاق حمیده انسانی ترغیب و ترنم کرده است. چوربینی فرهنگی
هنگامی رو به محراب وطن می باشد و به مناسبت 75 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان استاد کمال نصرالله آغاز می باشیم. مرحبا. از سرس آغاز گردد سرزمین تاجیکان، چرخ گرداند به آبش چرخه های آسیا، پایتخت ملک سعودی باستان بود این مکان، تاجش از طلا و فرش گردیده از کبریا. جان دارد سرز، شعر از استاد کمال نصرالله، قرائت کننده نجیب فرمانزاده. مرحبا. پیکری آسودگی در آستان دارد سرزم، در سکوتش قصه قصه داستان دارد سرزم. نامه های نارسیده در قبضهای زمین، رازها در عمق جان با 100 زبان دارد سرزم. در ورقهای جبینی خاکی پر اسرار خود، پند و اندرز و نیایش های جان دارد سرزم. عصرها را در کفی مشتی فشرده بی صدا، 100 نیایش زاستان تا آسمان دارد سرزم. پیکری وقت است اینجا، از شهامت ریخته ناشنیده قصه هایی بس گران دارد سرزم. از وفا و از بقا و از سرشت آدمین، عاقبت یک هستی دامن کشان دارد سرزم. آتشی آتشکده محفوظ در جانی من است، آذرخشی یادهای رفتگان دارد سرزم. پیش زبریشیم زراحی لاجورد و قلعگی، رفته و فرهنگی نیکی باستان دارد سرزم. زرگری، معدن گدازی و کلالی در جهان، از هنر از پیشه ها 100 ارمغان دارد سرزم. اولین شهری جهان در خاک اورو آسیاست، شهرسازی را به در از خود نشان دارد سرزم. در مقدس پاره های خاکی پاکی رفتگان، چشم عبرت دوز ای دل، بین که جان دارد سرزم. شد جهانی شهری تاجیکان ز بعد قرنها، افتخار و سربلندی در جهان دارد سرزم. ای خوشا مردی که تاریخی وطن را زنده کرد، نام نیکش را همیشه مثل جان دارد سرزم. سرود رودکی پنجرودی، شعر استاد کمال نصرالله، آهنگ کلاسیکی در اجرای هنرمندان انسامبل نوای پنجکن، در رقص گلدختران انسامبل رقصی دلارا. مرحبا.
تاجیکستان سر به سر از رودک است، یعنی هر سویش دیاری رودکیست، یعنی هر سویش دیاری رودکیست. هست با او هم دیار و هم وطن، هست با او هم دیار و هم وطن. هر کسی کو دوست داری رودکیست، هر کسی کو دوست داری رودکیست. زادگاهی زبان تاجیکیست، سالی به 6100 است. او خداوندی سخن یعنی بگم، او خداوندی سخن یعنی بگم. زنده و بیمرگ هم بیمرگ است، زنده و بیمرگ هم بیمرگ است. روحی او با حکم قسمت این زمان جای دارد در مزاری 5 روز، جای دارد در مزاری 5 روز. در بری دامانی توی بلبلان، در بری دامانی توی بلبلان، در کناری لاغزاری 5 روز، در کناری لاغزاری 5 روز. تاجیکستان سر به سر از رودک است، تاجیکستان سر به سر از رودک است. شردی نوای خوش از چشمه و رودهای دوست ای وطن. از آن سبزه روید بحر نظاره ما، شیرین میوه روید چون شیرین جوانی. مخملین سبزه روید بحر فراغت ما. دوست داریم خاکی مشکبوی تو را ای وطن. ҳозирини арҷманд, меҳмонони мӯътабар, ҳоло бо фараҳу шодмонӣ ба саҳна шоири халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ устод Камол Насруллоро даъват менамоем. Марҳамат. شیر هم باید زند فواره از تنور دل چو آتش پاره. بفرمایید. دوستان عزیز، من بسیار متاثر هستم. من از برنامه آگاه نبودم. یک بار با من سخن دادم. من در اضطراب هستم از محبت بی‌پایان شما
من افتخار میکنم، صمیمانه افتخار میکنم که از همین سرزمین شاعرخیز هستم، از همین سرزمین عالمخیز هستم، از همین سرزمین فرهنگ دوست هستم. حال خودتون شنیدید که محبت بی پایانی من نسبت به پنجکند آخر ندارد، پایان ندارد. شهر اوریان است و خاک پاک سعدیان است. خب زادگاه آدم و شعرا رودکی است. ببینید چقدر زادگاه رودکی است میگوییم. استاد لایق و در این ردیف چقدر بزرگان دارد این دیار، این سرزمین. چقدر افتخار نمیکنید. من اولا میخواستم که من یک دستاویز آورده بودم، کتاب ولی در راه ماند. من اول خواسته بودم که همین دستاویز به رئیس محترم شهر تقدیم کنم. حاضر همون سوی دستش میخونم، بعد کتاب از قفا که اومد تقدیم میکنم. دو کتاب آوردم و میدونم که رئیس محترم ما بسیار انسانی فرهنگ دوست، شاعر دوست هستن و از ما زیاد شعر از یاد میدونن، از ما زیاد کتاب خوندگی. پنجکند نو این زمین شاعرخیز، این زمین عالمخیز، اینجا باید همین خیلی حاکم باشد که ساعتها شعر خوانده تموم نمیشه. پنجکند نو سوال خودش کنم، من همیشه میگم دوستای عزیز، من یک سوال دست نوشتم برای رئیس محترم. همین کتاب، همین دو کتاب تقدیم میکنم برایشون، چون که یک از کتابخوان هستن. دیگر واقعا یک چیزی عادی گم شما بکنم. من همین شکر خدا 75 دارم بودم، 50 سالگی هم بود، 60 سالگی هم بود، 70 سالگی هم بود. خب در دوشنبه در سطح بلند در تجلیل شد از تئاتر من با موی استاد عینی 50 سالگیم جشن گرفته بودم. همین جشن‌های من شکر خدا در ولایت، در شهر خوجند، در پایتخت ولایت همین جشن‌ها در سطح بلند تجلیل شده بودم. 50 سالگی من در همون تئاتر کمال خوجندی و بعدا من همین 70 سالگی هم جشن گرفتم. من 75 سالگی هم قوت ما اگر رسد باز در خوجند جشن میگیریم. لیکن در همین باید هیچ شکایت نیست، التماس. این یکون کسا گنده کنی نیست، هیچ ایخ برداشت نشود. من اینو به خاطر چی میگم؟ به خاطر اینکه در همین جشن‌های من یکون بار از پنجکند کسی من سراغ نکرد. یکون دعوتنامه تبریکنامه هم آماده بود. این شکایت نیست. این سرزمین میدن اخت شاعر و ادیب دارد که هر یک تیمه برسیدن دشوار. برای همین لیکن از اون روزی که رئیس محترم هم آمدن، ببینید اینقدر ارزگذاری من این جشن من بار اول در زادگاه هم بار اول باید همیشه باشد که این زمین فرهنگ است، شعر است، سخن است. در جشن 80 سالگی استاد لایق در همین پایه مجسمه شون یک محفل بنیاد کردن. علاقه تشبسی همین رئیسی که وقت نام آمده بودن بنیاد کردن. بدونید من وقت من خودم در حیرت موندم. همین بیگاه سر شد، 1 ساعت شد، 2 ساعت شد، 3 ساعت شد، 4 ساعت شد، 5 ساعت شد. مردم رفتن نمیخوان شعر. ببین به خاطر شعر اونجا مادرای بودن که کودک روی دستشون بود، اونجا موسیقی‌دا بودن. من گفتم این محبت به سخن، به شعر این خطر بلند است. بیهوده نیست که این دیار رودکی است، بیهوده نیست. اصلا که خیصان بودن دید آمد
مردم دیدم کوچه ها و محکم اختر خلق بسیار گفتن که من تمام دنیا بگشتم شعر خوندم در منبرهای بسیاره لیکن این خیلی منظره بار اول میبینم. آفرین به شما. من به همون در همون مورد یک شعر هم نوشته بودم، چاپ هم کرده بودم. اکنون من همین چیزی که گفتم همین کتاب دو کتاب میخوام تقدیم کنم برای رئیس محترم. بعد ببینید افتر لطفی که این کس کرده برای جشن من، ببینید دو کتاب، یک کتاب در باره من، یک کتاب اشعاری و گلچین اشعاری من از حساب مبلغ‌های خودشان، مبلغ‌های خودشان چاپ کردن، انتشار دادن. من میگویم در دوشنبه که همین خیلی مردم حیران میشن که همین خیلی حاکم هم هست که کتاب‌های دیاری رودکی است، این دیاری لایق است. این دیاری بود ده ها نفری که میتوانم نام برم. من در همین سایدست نویسم که با خالق زاده انسان نکورای وطنداری اصیل فرهنگ پرور همه گنجوری شعر و فضل و دانش، همه گنجوری شعر و فضل و دانش، همه فضل و ادب در حوله فر به خالق زاده انسانی نکورای وطنداری اصیل فرهنگ پرور همه گنج و شرف فضل و دانش، همه فضل و ادب در حوله فر همیشه نامبرداری وطن اوست، همیشه باد پیروز و مظفر. من یک چیز باید بگم که این ملاقات ما این شب و روزها در یک بسیار دوران بسیار تاریخی گذشته سال است. ببینید ما همه مخاطب در زیر تأثیرات پیام پیشوای ملت ما هستیم. این پیام عادی نبود. این یک پیامی بود که واقعا من در تالار اون پیام نبودم، لیکن در خونه بودم وقتی که پیشوای ملت ما پرزیدنت محترم برآمدن و گفتن که قانون مرکز تمدن آریایی گشوده شود، بعد علاوه کردن که مرکز بین‌المللی نوروز بنیاد کرده شود. من خطور مردمی که اجا خیسته کفکوبی کردن، من در خونه پریده خیسته کفکوبی کردم. این پیام واقعا اونجا خیلی لحظه‌ای که پریده خیسته کفکوبی کردن بسیار بود، لیکن همین روحیه ملی، روحیه یگانگی ملی، روحیه یگانگی ملی و افتخار تاریخی و همه به درجه بلند بود که ببینید تاجیکستان باز هم صاحبی میکند در دنیای فارسی زبان، در عالم فارسی زبان. امروز تاجیکستان ما پیشگام همه فارسی زبان‌های دنیاست. امروز دوشنبه پایتخت تاجیکان دنیاست. این واقعیت است. ببینید همه اعتراف میکنن، هم افغان‌ها هم ایرانی هم برادرای ما میگن که آفرین به تاجیکستان، آفرین به پیشوای ملت شما که روحیه همین ملی، روحیه آریایی بودن رو چقدر درخشان کردن. من اینجا یک شعرم همونجا نوشتم، همون لحظه همین پیام گوش میکردم و مینوشتم سخن درباره یگانگی مردم فارسی زبان میرد، سخن درباره احیای تاریخی معنوی ملت ما میرود. یک تو مانده از سر آریایی، یک توی در کار و پیکار آریایی، یک تو احیا بخش این مرد کهنگون با فرو با عزم روحی باستانی، یک تو مانده زیب درگاه کیانی، یک تو مانده رهنمای بیکرانی. با تو اکنون تاجیکستان آریاناست، ننگ ملت چون سپر در پیکر ماست. با تو اکنون پایتخت میهن ما، پایتخت تاجیکان روی بود.
از نام رئیس ولایت سوخت، معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب احمدزاده و ریاست بخش سعودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان، دیرکتور کتابخانه مرکزی عمومی به نام تاشخواجه اسیری شهر خوجند بهرام میرسید پیام‌های تبریکی را قرائت کرد. از نام رهبریت ولایت و اهل ادب ولایت سوخت صاحب جشن کمال نصرالله را با 75مین سالگرد مولودشان تبریک و شادباش گفت و اظهار داشت که واقعا کمال نصرالله یکی از شاعران شناخته ادبیات معاصر تاجیک می باشد. السلام علیکم حاضرین ارجمند، صاحب جشن گرامی، رئیس محترم شهر پنجکن، درود بر جمع عزیزان و مهمانانی که از پایتخت محبوب مملکتمان آمدند. من نامه تبریکاتی رئیس ولایت سوخت، معاون اولی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده را و سمع صاحب جشن گرامی استاد عزیز شاعری خلقی تاجیکستان استاد کمال نصرالله و شما عزیزان میرسانم. محترم کمال نصرالله، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت با کمال احترام و افتخارمندی شما را به مناسبت 75 سالگی روز مولود تبریک و تهنیت می نماید. فعالیت مهنتی شما از سال 1971 پس از ختم دانشکده آموزگاری شهر دوشنبه از اداره رد تاجیک آغاز گردیده سالهای 1974 1976 در مجله مشعل و سالهای 1976 1981 در مجله ادبی صدای شرق، سالهای 1981 1986 راهبری دفتر ترغیب ادبیات اتفاق نویسندگان تاجیکستان، سالهای 1986 2013 مؤسس و سردبیر ماهنامه کودکانه چشمک کار کرده برای رشد ادبیات تاجیک سهم ارزنده خود را گذاشته. سال 2013 به وظیفه معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعیین گردیدنتان از دانش و استعداد، تشبثکاری و مهارت بلند و چشم کاردانی شما گواهی می‌داد. با تألیفات رنگین و پرقناوت شما خواننده تاجیک از سالهای 60 عصر گذشته آشنا گردیده. تا این دوره سلسله زیادی آثار منظوم و منصورتان پیشکش علاقمندان کلام بدیعی گردیده است. ایجادیات شما مخصوصا در دوران استقلال دولتی رونق بیشتر یافته. در آفریده هایتان موضوعهای وطن، استقلال، تاجیکستان، وحدت، پرچم و دیگر مقدسات ملی جایگاه خاصه پیدا نمودند. به این معنی تاریخی نیروی توانای ایجادی خیش را و تحکیم وحدت و حفظ منفعت‌های ملی روانه نموده، با توصیف و ترغیب غایه‌های دولتداری، تحکیم صلح و ثبات و ارزش‌های فرهنگ ملی در تربیه معنوی جامعه بخصوص نسل آینده‌ساز ملت نقش ارزنده گذاشته اید. برای خدمت‌های شایسته شما با عنوان شاعری خلقی تاجیکستان و مکافات دولتی تاجیکستان به نام ابا عبدالله رودکی سزاوار گردیده اید که دلیل اعتراف خدمت‌های صادقانه و وطن دوستانه‌تان در رشد ادبیات می باشد. صاحب جشن گرامی، بار دیگر سنه فرخنده حیات را به شما خجسته گفته تمام خوشی‌های روزگار، سربلندی و نیکنامی، سعادتی بی‌پایان، دولتی بی‌گزند عمر و عافیت همیشگی را تمنا می نمایم. رئیس ولایت رجب احمدزاده. استاد عزیز، بار دیگر البته شما را و امروز و روزهای دیگر و سالهای دیگر البته مبارکباد میگویم. مرا رئیس بخش سعودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان، شاعری خلقی تاجیکستان
استاد احمد جان رحمتزاد و جمع شاعران نویسندگان مرکز ولایت، استادان دانشگاه دولتی خوجند و تمام مخلصان استاد کمال نصرالله موظف کردند، مسئول نمودند که این استاد فرزانه را و این سنه فرخنده عمرشان مبارکباد گویم، تهنیت گویم و همچنان همین شما را خدا خواهد در محفل هایی که تازه که در شهر خوجند و افتخار جشن استاد کمال نصرالله دایر میگردد دعوت می نمایم و استاد باور دارم که با همین کمال جوانی و یک کمال و شکوه و فری به خودشان خواست و کمر همت را سخت بستند و جشن ها از پنجکین البته از پایتخت شروع شد و پنجکین آمد من بعد و خوجند و به دیگر منطقه های وطن ما نیز این جشن با همین زیبایی با همین شکوه و فر خود کوچ می‌بندد و بار دیگر از نام اهل ادب اهل ضیای ولایت هم استاد را مبارکباد میگویم. سلامت باشید. رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده ضمن سخنرانی خویش بار دیگر درباره مقام و منزلت و اشعار پرمضمون استاد کمال نصرالله اندیشه و ملاحظات خویش را ارزیابی کرد و در یک فضای تنتنوی به صاحب جشن جامه زربافت و دیگر سر و لباس خاصه تقدیم کرد و اظهار داشت که واقعا برای مردم پنجکین باستان استاد کمال نصرالله یکی از شاعران شناخته و دوست داشته به شمار می رود. همزمان در این لحظه های خیلی فرح بخش اعلان گردید که از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با شاعر خلقی تاجیکستان کمال نصرالله به افتخار 75مین سالگرد مولودش در شهر پنجکین منزل دو حجرگی تقدیم کرده شود و در یک فضای تنتنوی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده کلید منزل نو را به شاعر کمال نصرالله سپارید. السلام علیکم استادان و ادیبان محترم، همدیاران ارجمند، استادی برایمان نهایت گرامی کمال نصرالله، پیش از همه در این لحظه‌های فرح بخش همه شما حاضرین گرامی و مهمانان ارجمند را که از پایتخت کشور محبوبمان شهر دوشنبه و مرکز ولایت سوخت شهر خوجند باستانی برای اشتراک در چهاربینی فرهنگی محفل بزرگداشت 75 سالگی یکی از ادیبان شهرتمند دیارمان شاعر خلقی تاجیکستان استاد کمال نصرالله به شهر پنجکین تشریف آورده صمیمانه خوش آمدید میگویم. با عباره دیگر در چنین روزهای مبارک که مردم شریف کشورمان تحت تأثیرات عمیق ارائه پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان قرار دارند، تجلیل گردیدن جشن سخن و ادب به حکمت نیست، زیرا با تاکید پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان توسط گذرانیدن چنین چاره‌بینی‌های فرهنگی ما در قلب نسل آینده‌ساز ملت و اهل جامعه زیرکی سیاسی و خودشناسی ملی را که در پایه احترام و دوست داشتن وطن، مادر، زبان و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی تشکل می‌یابد جای می‌دهیم. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در یکی از سخنرانی‌های خود تاکید کرده بودند که ما از روزهای اول صاحب استقلالی به اهل ضیا تکیه کرده تشبس‌های سازنده آنها را پیوسته دستگیری می‌نماییم، زیرا ضیاییان همچون نیروی فعال و توانای جامعه می‌توانند در تشکل خودشناسی و خودآگاهی ملی نقش بسا ارزشمند گذارند و منفعت‌های ملی و دولتی را صادقانه و قاطعانه حفظ نمایند. به این معنی استاد کمال نصرالله نیز از زمره سخنوران میباشند که در ترغیب و تشویق سیاست فرهنگی حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان
шинохти ормону идеяҳои миллӣ ва тараннуми ғояҳои ватандӯстӣ дар байни ҷомеа, муаррифии фарҳангу тамаддуни оламшумули халқи бостониамон ва ба ин восита дар амалӣ намудани сиёсати хирадмандона, фарҳангпарварона ва дурбинонаи пешвои муаззами миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хидмати мондагор анҷом доданд. Бо пайравӣ аз ин сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаб Аҳмадзода низ ҷиҳати таҷлили санаҳои мубораки таърихии миллат ва номи неки бузургони илму адаби классику муосири тоҷик дар миқёси вилоят таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуда, барои ба таври шоиста баргузор кардани солгарди санаҳои мубораки умри онон тадбирҳои муассир меандешем. маҳз дар заминаи ҳамин сиёсати маънавӣ бунёди пешвои муаззами миллат соли равон дар шаҳри бостонии Панҷакин бузургдошти 80-солагии шодравон Мастон Шералӣ ва рӯзноманигори шинохта Муродулло Шерализода бо иштироки зиёди меҳмонон дар сатҳи баланд доир гардид, ки ба сокинони бомаърифати Панҷакинди бостонӣ рӯҳияи тоза бахшид. ҳозирини гиромӣ, адибони асил ҳамчун фарди фидокор ва узви фаъоли ҷомеа бо тараннуми меҳру муҳаббати самимӣ, ҳидояти мардум ба инсонгароӣ, эҳтироми волидайн, арзишҳои муқаддаси миллӣ ва эҷоди осори ватандӯстона насли наврас ва ҷавонро ба дӯст доштани ватану миллат тарғиб намуда, ба ин восита дар таҳкими ваҳдату сулҳу субот дар ҷомеа нақши равшан мегузоранд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми мулоқот бо адибони кишвар аз нақши шоири халқии Тоҷикистон устод Камол Насрулло дар солҳои мудҳиши ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ ёдовар шуда, аз ҷумла чунин ибрози андеша намуда буданд: як китоби шоири ҷавон, вале хеле боистеъдоду ватандӯсти мо Камол Насрулло, Тоҷикистонро дигар қисмат макун, барои якдигарфаҳмӣ аз кӯшишҳои даҳҳо шахсони мансабдори бемасъулият бештару хубтар хизмат карда метавонад. ҳақ аз ҷониби пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, зеро китоби Тоҷикистонро дигар қисмат макун, ки дар солҳои ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ интишор ёфтааст, лабрези эҳсосоти баланди ватандӯстӣ ва ҳушдор аз хатару таҳдидҳо бар сари миллат буд, ки аз вуҷуди як шоири ватандӯст садо медод. шоистаи таъкид аст, ки ба ақидаи бархе аз муҳаққиқон эҷодиёти устод Камол Насрулло баъд аз устод Лоиқ дар мавзӯи маҳкуми ҷанги бародаркуши солҳои 90 беҳтарин, пурсӯзтарин, фоҷиабортарин, ҷигарсӯзтарин навишта дар адабиёти давраи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ ашъори Камол Насрулло ба шумор меравад, ки моломоли эҳсоси баланди шаҳрвандӣ ва ҷавобгарии шахсӣ дар сари қисмати фардои миллат аст. адабиётшиноси шодравон Юсуф Акбарзода низ дар мавриди ашъори ватандӯстонии устод Камол Насрулло изҳори андеша карда менависад: Камол Насрулло дар ғами миллату миллатсозӣ ва ватандорӣ, дар шифо бахшидани захму дардҳои носуру ҳалли мушкилоти ватану миллат лоиқвор месӯзаду пайкор мекунад. алҳол ӯ яке аз ҷонсӯзтарин шоирони халқу миллати азизамон аст. ашъори Камол Насрулло аз оҳангҳои баланду эҳсосоти сӯзони ватанпарастию миллатдӯстдорӣ ва кӯшиши бунёд кардани як миллати воҳиду муаззаму ватани ягонаю ободу шукуфон саршори моломол аст. Камол Насрулло шоири ватану миллат аст.
воқеан ҳам дар ашъори устод Камол Насруллоҳ масъалаҳои ватандӯстӣ, гиромидошти арзишҳои инсонӣ, худогоҳию хештаншиносӣ, некбинӣ, тарғиби саъю талош дар анҷом додани кори хайр, худшиносиву худсозӣ, садоқату самимият, эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ ки ҳамеша дар суханрониҳои пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Имомалӣ Раҳмон таъкид мегардад, ҷойгоҳи хоса дорад. устод бо осори арзишманди худ бузургтарин дастоварди халқамон истиқлолу озодиро тарғиб намуда ба хотири таҳкими суботи сиёсӣ, ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ, ифтихори ватандорӣ ва ҳифзи манфиатҳои Тоҷикистони азизу маҳбуб, инчунин забон, фарҳанг, расму оин ва суннату анъанаҳои миллӣ муҳтавои ин мафҳумҳои муқаддасро боз ҳам васеътар инъикос намуданд. ба ин сатрҳои ватандӯстона таваҷҷӯҳ намоед. тифлро новаки пистон ватан аст, мардро қалъаи виҷдон ватан аст. дар ватан беватанон бисёранд, мардро домани имон ватан аст. мурдаро зинда кунад ёди ватан, ҷони ҷон дар тани инсон ватан аст. боиси таъкид аст ки ҳамин самимият, садоқат, муҳаббат ба халқу ватан ва арзишҳои волои онро устод Камол Насруллоҳ дар тамоми умри пурбаракати эҷодии хеш ҳифз намуда, бо дили гарм ва эътимоду эътиқод дар ашъорашон инъикос намуданд. ба андешаи ман дар шароити имрӯзаи сиёсати фарҳангии давлати Тоҷикистони соҳибистиқлоламон ки ба таъмини амнияти фарҳангии кишвар, таҳкими рукнҳои маънавии давлатдорӣ, тавсеаи тафаккури созандаву бунёдгарона, болоравии ифтихори миллӣ ва эҳсоси ватандории сокинони кишвари азизамон нигаронида шудааст, осори гаронмояи аҳли илму адаб, мутафаккирону донишмандон ва шоирони ватандӯсте чун устод Камол Насруллоҳ мактаби бузурги омӯзишу тарбият ва мояи ибрат барои насли наврасу ҷавон ва аҳли ҷомеа ба ҳисоб меравад. ҳозирини муҳтарам, суханронии хешро мехоҳам бо ин андешаҳои пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ки дар китоби чеҳраҳои мондагор вобаста ба мақоми аҳли зиё баён намуданд ҷамъбаст намоем. мардуми шарифи Тоҷикистон ҳуқуқи комили маънавӣ доранд ки бо фарзандони фарзонаи миллат, саҳми беназири онҳо дар рушди тамаддуни умумии башарӣ ифтихор намоянд, осори гаронбаҳои онҳоро омӯзанд ва ҳикмати ҷовидонаи абармардони миллии худро қутбнамои рӯзгори хеш қарор диҳанд. устод Камол Насруллоҳ низ ба ҳамин қабил суханвароне ҳастанд ки ормонҳои волои истиқлол, ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ, озодфикриву озодманишӣ, илмомӯзиву маърифатпарварӣ, хайрхоҳиву таҳаммулгароӣ, ваҳдату дӯстӣ, хулоса ахлоқи ҳамидаву фазилатҳои неки инсониро ки дар осори ниёгони бузурги мо ифода ёфтааст, дар таълифоти худ идома дода, ба ин восита ҳамагонро ба сӯи ояндаи нек ва рӯзгори пурсаодат ҳидоят менамоянд. бори дигар мелоди мубораки умратонро устоди азиз аз номи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва мардуми шарифи шаҳри бостонии Панҷакент сидқан табрику таҳният гуфта, ба шумо умри дароз ва дар фаъолияти ояндаи эҷодӣ муваффақиятҳои беназир орзу менамоям. ҳозирини арҷманд, таҳти кафкубиҳои шумо тӯҳфаҳои хотиравиро тақдим мекунем ба шоири халқии Тоҷикистон устод Камол Насруллоҳ.
محترم رجب احمدزاده از نام اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان با استاد کمال نصرالله خانه استقامتی دو حجرگی در شهر پنجکن تقدیم می‌گردد. نمیدونم شما در جای ما باشید بعد اینقدر مهربانی اینقدر لطف این همت بلند رئیس چی حرف نیست که من گویم حرف نیست این خطر خدای من غیرش از نوی بسیار بسیار من کوشش میکنم که سزاوار باشم سزاوار اینقدر مهربانی و اینقدر فیض و برکتی که از حکومت تاجیکستان از پیشوای ملت ما همیشه بر سر ما میریزد و امروز رئیس محترم ما ببینید اینقدر قدردانی تاریخش در پنجکه یاد ندارد که راستی که خب من سخن خواهم گفت با سخنم با شعرم با کارم و گمان میکنم که تا جون در رمق دارم فرزند همین دیار همین وطن هستم همین سرزمین فرزند شما فرزند صادق شما هستم من و کوشش میکنم که سزاوار اینقدر بهای بلند و اینقدر محبت بلند کار کنم زندگی کنم. این دو کتابی که برای خب وعده دادم نو لیسم هزار رحمت سلامت باشید. استاد عزیز این هم غمخواری های اساسگزار اصلاح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان و راهنمایی های معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوق محترم رجب احمدزاده است. شما تبریک میکنیم. خودتان خیلی گفتگی هستید ترنه ها با خود برید آرزوهای مرا بر بحر و بر من شما را انتظاری میکشم هر بهاران تا بهاران دیگر سلامت باشید هر بهار تا بهار دیگر برای مردم تاجیک زنده و صحت سلامت باشید سلامت باشید هزار شکر. پس از قسمی رسمی این چهاربینی در تالار کاخ فرهنگ شهر پنجکن برنامه شیر و شکر با اشتراک اهل ادب، هنر و دیگر نمایندگان ساحه‌های گوناگون جمهوری تاجیکستان و شهر پنجکن برگزار گردید که واقعا آن فراموش ناپذیر بود. از نام اهل ادب شهر باستانی پنجکن رئیس بخش پنجکنته اتفاق نویسندگان تاجیکستان اسماعیل ظریفی صاحب جشن کمال نصرالله را با سنه 75 سالگی مولودش صمیمانه تبریک و شادباش گفت و به او تحفه اهل ادب شهر پنجکن را تقدیم کرد. آب و نانم جسم و جانم آرمانم تاجیکستان آستانم آسمانم بیکرانم تاجیکستان اولینم آخرینم آخرینم آذرینم چون قسم سوگندی عالی در زبانم تاجیکستان. سرود به شرف میلاد استاد لایق شیرعلی، شعر استاد کمال نصرالله،
آهنگ نبیف در اجرای عمرجان منورف. گلریزی سرت بینم، گلخیزی درت بینم، در بزم دل آگاهان صوتی هنرت بینم. گلریزی سرت بینم، گلخیزی درت بینم، در بزم دل آگاهان صوتی هنرت بینم. غمخواری زمان بودی، غمکاهی زنان بودی، با آم و اوان بودی، هم جام جهان بودی. گه ساقی باز ما را، گه پیر سخن بودی، گه عاشقی رند و گه سربازی وطن بودی. ای چشمه پاکیشه آغازی دیگر داری، ای بال و پری قدسی پروازی دیگر داری. ای چشمه پاکیشه آغازی دیگر داری، ای بال و پری قدسی پروازی دیگر داری. دلبندی کسان گشتی، فرزندی پدر بودی، فرزندی زمان گشتی. دل جسته از این دنیا، دلبندی کسان گشتی، فرزندی پدر بودی، فرزندی زمان گشتی. گلریزی سرت بینم، گلخیزی درت بینم، در بزم دل آگاهان صوتی هنرت بینم، صوتی هنرت بینم. بسیار مدار تشکر. من همه خیل حاضر همه خیل به همین چی اومدم که از همین کتابی که با تازگی با تشبس رئیس محترم، با همت بلند رئیس محترم، با محبت بلند فرهنگ دوستانه رئیس محترم انتشار یافته است. مجده وصل نام دارد. گلچین خودم انتخاب کرده بهترین شعرهای من هستند. هر کسی که یک سرود خواهم من این کتاب توفیق میکنم. زن مادر مدار زندگی، سرچشمه حیات و روزگار است.
چون زن مادر میگویم پیش نظر ما عالمی زیبایی و نفاست، دنیای پر از راز و نیاز جلوه‌گر می شود. سرود مادر، شعری کمال نصرالله، آهنگی افضلشاه شادیев در اجرای عزیز مراد عزیزов. از همه غم تا تو می خواهم گریزم مادرم، در بری دامان تو خوابم نخیزم مادرم. جملتاً چشمی شوم یک چشمی سرشاری سریش، قطره قطره پیشی پایی تو بریزم مادرم. قطره قطره پیشی پایی تو بریزم مادرم. دورم از درگاهی تو، من دردی تو، من آهی تو. نیستم از سایه پیریت چی چیزم مادرم. وای بر من، وای بر من، خاک ریزد بر سرم. بر سرت گر گنجی عمرم را نریزم مادرم. بر سرت گر گنجی عمرم را نریزم مادرم. کاش بودم هم بهایی یک سرودی علیا. ای دلت گهواره‌ای پاکی تمیزم مادرم. زندگی چون کودکی آرام گیرد یک نفس. زندگی چون کودکی آرام گیرد یک نفس. از سرودی جان فزایی تو عزیزم مادرم. از سرودی جان فزایی تو عزیزم مادرم. از همه غم تا تو می خواهم گریزم مادرم. در بری دامانی تو خوابم نخیزم مادرم. مادرم جان مادرم، مادرم جان مادرم. مادرم جان مادرم، مادرم جان مادرم.
حالا با کمال احترام سخن را به عبدالرحمن عبدالمنان ادبیات شناس و منقب می‌دهیم. مرحمت. السلام علیکم میزبانان محترم. اینقدر محبت و اینقدر اخلاص به شعر و شخصیت شاعر و شخصیت برادر عزیز ما کمال جان مرا بسیار متاثر کرد. من شاید هم برابر خود کمال جان افتخار میکنم از هستی اون کس، از استعداد اون کس، از هنری که دارند، از عقل و فراست و دانشی که دارند و از آدمیتشون. ما بسیار دوستانی دیرینه، بسیار نزدیکیم، همه روز با هم هستیم. اگر نبینیم حتما با تلفن صحبت میکنیم. این کس با زادگاه من همراه من رفتند از تاشکند 150 کیلومتر دورتر، همین خیلی کوهستان، دهه باغستان، زادگاهی خواجه احرار ولی، شیخ احمد ولی، شیخ انتهور، اینا باباهای ما هستند. شیخ انتهور من یکی از ناحیه‌های شهر تاشکند به نامش آمونده شد. ما بسیار افتخار میکنیم. خلاصه کمال جان برای من یک دادر، یک شخصیت بسیار نزدیک و اون مهربانی که از جانب رهبریت پنجکند، از جانب رئیس محترم، البته با هدایت جناب عالی، با دستگیری رئیس ولایت صورت گرفت. این در همین روزگار ما، در زمان ما، یک اقدام، یک تشبس، یک لطفی بسیار نادر است. بسیار تشکر. دیگر از شعر کمال خیلی گفتنی من، مثلا من بسیار هم نوشتم درباره کمال جان، هم همه چیزی که این کس نوشتند، همین 25-30 سال آخر شاید من اولین خواننده اش باشم در شکل مسوده. بعد محرر اکثریت کتاباشون هستم. و کمال جان نه تنها شاعر بسیار هم صاحب استعداد و شاعر، کمال جان یکی از دانشمندان ادبیات ما هستند. سالهای آخر بغیر از اینکه چند کتاب شعرشان چاپ شد، با تدقیق هم ادبیات کلاسیکی هم ادبیات امروزه ما، نوشته های شاعران جوان ما اقدام کردند و همه این اقدامات ثمره های خوبی به بار آورده ایستادند و باز خواهند آورد. همین کتاب نوی که گفتن آمدن گفتن که همین اگر نامی کتاب مژده وصل مونیم چه خیلی شده باشد. گفتم بسیار ناز، بسیار عالی. این کس خودشان میدانند، دانسته کردن که از یک تعبیر حافظ است. مژده وصل تو کو که سری جان برخیزم، طایر قدسم و از دانی جهان برخیزم. خودشان نظم میدانند، به هر حال مصلحت میکنند و من هرچی که میدانم و هرچی که حس میکنم به این کس میگم. خلاصه چی گویم که ما گویا که از یک هوا نفس میکشیم و از خرسندی این کس من شاید نه کمتر از خودشان خرسند شدم. از دستاوردشان میبالم، افتخار میکنم
با این کس و کمال جان البته با این کس تندرستی باز هم نویسم اینقدری که این کس زحمت میکشند، اینقدری که این کس مهنت میکنند برای ادبیات ما، برای فرهنگ ما، برای ملت ما و برای وطن ما، کمی شاعران ما این خیلی کار کردند. بسیاری ها بیاد میارند هم کتاب تاجیکستان را دیگر قسمت مکن. واقعا از جانب جناب عالی همون وقت گفته شده بود که کاری که این کتاب کرد شاید فعالیت چندین منصبداران کردن نمیتواند. همون سالها شعرهای بسیار نوشتند. همون شعر ای خداوند کجایی او کجا شد وطن من. میدونید این همین ریش شدن دل است. وطن در کدام حالت بود؟ همون حالت در یک مصرع، در یک بیت، در یک شعر کمال گفته توانستند. و در کوخ وحدت یک کدام چاره‌بینی سیاسی بود، وارث عبدالمجید بردیف همه غزل خواند. برآمدیم استاد لایق همونجا گفتن که همین مصرع اولش خواند، بدن من لرزید. گفتن ای خداوند کجایی و کجا شد وطن من. همه دور بود، همه زمان بود، همه حالت بود در جمهوری. خلاصه کمال جان هر چی که میتوانستند کردند و خدا کند که عمر دراز بینند، باز زیادتر از اینم کار کنند. لیکن هر چی کردند و منفعت همه ملت کردند و منفعت همه وطن کردند. سلامت باشند. سرود پنجکین، شعری کمال نصرالله، آهنگی اکتم بابایف در اجرای سریا عبداللهیوه. ای ملک شهر ای مهنی آزادگان، ای سر از بی باستان، ای آستانی راستان، میبری فضل و ادب از خاک حکمت خیزی خون، با نوای رودکی ما بوی جوی مولیا.
ملکت ای ملک شهر ای مهنی آزادگان ای سرزمی باستان ای آستانی راستان میبری فضل و ادب از خاکی حکمت خیزی خوب با نوای رودکی با بوی جوی مولیان با بوی جوی مولیان باعث افتخار است که سال 2025 شهر پنجکین رسما شهر جهانی هنرهای دستی برای سوزن دوزی از جانب شورای جهانی هنرمندی اعتراف گردید. سرود وطن شعر استاد کمال نصرالله آهنگ عبدالحکیم اهرورов در اجرای زرینه اسرافیلова و دلافروز نورعلیeva. در رقص گلدختران انسامبل رقصی دلارا. مرحبا. وطن جانی که در جانی من و توست وطن آنی که در خانی من و توست وطن آینه آویزان است وطن پاکی وجدانی من و توست وطن آینه آویزان است وطن پاکی وجدانی من و توست وطن یک پاره نور الهی است شب افروز شبستانی من و توست وطن یک پاره نور الهی است شب افروز شبستانی من و توست وطن عشق از عشق یار جانی است وطن جانان جانانی من و توست وطن عشق از عشق یار جانی است وطن جانان جانانی من و توست دلی و در دلی ما میزند وطن در خون شهریاری من و توست دلی و در دلی ما میزند وطن در خون شهریاری من و توست وطن گفتن دم است جان وطن باش وطن در شانم و شانی من و توست وطن گفتن دم است جان وطن باش وطن در شانم و شانی من و توست وطن جانی که در جانی من و توست وطن پاکی وجدانی من و توست
وطن، شاعری در دو ارمانها، شاعری شیرین کلام می باشند. حالا با کمال احترام سخن به سرمحرری مجله صدای شهر نویسنده محترم عطا میرخواجه میدیم. خوشبختم که در شعر و برآمدن به جبهه ادبیات وسیع استاد کمال نصرالله مرا هنوز در ایام جوانیم دستگیری کرده بود. من یک بچه گمنام بودم در یکی از گوشه های مدخشان. استاد کمال نصرالله آمدند به بدخشان همراه استاد عبدالحمید صمدов و ما در چندین جای در شهر خارو، ناحیه شبلون، روشن، روشکلا محفل ها تشکیل کردیم. من در بعضی جا برنده شدم، در بعضی جا استاد شیرین بایاد شادروان دوستی عزیز استاد کمال نصرالله. امروز جوانمردی عبدالخالق زاده رئیس محترم شهر پنجکل رو باز یک بار دیگر دیدیم با چشم خود. من فکر میکنم اگر با استاد رودکی رو وقتی که از پنجکل استاد رودکی رو به بخارا دعوت کرده یک کوارتیر نداده باشند، دیگر هیچ کس کوارتیر نداده و یکان شاعر تا امروز یکان خانه دادگی نیست. حسن رئیس محترم تشکر زیاد. ما از شما خیلی منتظر هستیم. من شخصا برای رئیس محترم دو جلده خودم را که اونجا هستند با نام سرای سنگ و این رمان من است، دو جلد هر یک جلدش 700 صحیفه تقدیم میکنم به رئیس محترم. این رمانی است که به اون من سزاوار جایزه دولتی به نام رودکی شدم در سال 2022 و من در حاشیه‌اش یک سوی دست نوشتم برای رئیس محترم. گفتم که فرزند خالقید از این رو چو خالقید، فرزند خالقید از این رو چو خالقید، صاحب دل و شریف و ظریف و فراخ دست. آوردم برای شما این سرای سنگ، یعنی به پنجکند سرای سخن پرست. شماره آخرین مجله صدای شهر رو که با امضای من بار اول چاپ شد، یعنی که وقتی که از شماره 11 با امضای من چاپ شد، اولینش رو من آوردم با رئیس محترم شهر دوشنبه و در همین شماره که حاضر برای شما تقدیم می شود شعرهای بسیار اعلای استاد کمال نصرالله به مناسبت 75 سالگیشون هستند. اینم تقدیر شما. باقی شاد باشید. استاد کمال نصرالله شما همیشه زنده باشید. ما در پهلوی شما هستیم، شما در پهلوی خلق بزرگوار خودتان باشید. سخن نوبتی به عبدالله رهنما، سیاستشناس، شاعر، سرمحرری هفته‌نامه ادبیات و صنعت. مردم عزیز شهر پنجکل بوستونی، من میخواستم پیش از همه سپاس خود را برای این دعوت، برای تشکیل چنین بزم، چنین گرامی داشتی شعر، سخن، ادب و شاعر و شما رسانم و همچنین من وظیفه دارم که از نام ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان، از نام رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، از نام همه اهل ادب پایتخت و همچنین از نام هفتوار ادبیات و صنعت که استاد مهمان دائمی
یک عمره صحیفه‌های آن هستند. استاد را به این جشن در حضور شما تبریک گوییم. البته روز 25 روز پنجشنبه در اتفاق نویسندگان تاجیکستان در تالار بزرگی به نام استاد ترسونزاده همایشی بسیار با شکوه و یک جشن خسروانی به گرامی داشت این جشن استاد دایر شد و ما در اونجا سخنهای رسمی، سخنهای اصلی، سخنهای دل رو گفتیم و من فقط همین رو میگم که اینقدر مردم در پایتخت، اینقدر مردم در دوشنبه سخنان نیک، ستایش ها، گفتنی ها با استاد داشتن که و قول خودشون هیچ نشد اون بزم رو تمام کنن. اخیر مجبور شدن بعد 3 ساعت 4 ساعت او رو به مردم رو به استاد افضل شو گذاشتن که در شکل بزم دوام کند و ما بر آمدیم. بنابراین محبت مردم به استاد کمال به انتها از ما همین رو در همین یک هفته احساس کردیم. اما من میخوام این منظره رو شما نگاه کنید که شاعر به تخت شاهانه نشسته است. ما همه در تالار، استاد هم چه یک پیری کار، یک شاهزاده در تخت. همین سیاست پیشوای محترم ملت که ادیب، شاعر، سخن، فرهنگ همین گونه جایگاه دارد. خیلی درباره فردوسی میگفتن که اول از بالای کرسی بر زمین آمد سخن، او سخن را باز بالا برد و بر کرسی نشاند. نمید منظره. و وقتی که رئیس محترم شهر پنجکین با استاد محترم خانه تقدیم کردن، من واقعا اگه شاعرها کمی احساسی میشن، قریب اشکام ریخت، برای که این خانه به همه ما، این خانه به کمال نصرالله نه، این خانه به ادبیات، به ادیب، به شعر، به هر یکی ما. بنابراین امین این لحظه گرامی داشت شاعر، لحظه گرامی داشت شعر، لحظه گرامی داشت ادیب، همون لحظه تنتنه سیاست ادب پرور پیشوای ملت. انا زمین ما خسران شده چون ما در شهر پنجکین قرار داریم. از نظر دولت داری، از نظر ملت داری، از نظر افتخار ملی و تمدنی ما پنجکین یک مادر شهر است. پنجکین یک شناسنامه تمدنی ماست. پنجکین یک چهره تمدنی ماست. اگر رئیس محترم در جلسه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بودن، همونجا پیشوای ملت گفتن که ما تمدنی 6000 ساله داریم، ما او را صاحبی میکنیم، ما با اون افتخار میکنیم. وقتی میرویم به جهان، مثلا به بین جامعه جهانی میگیم که ما تمدنی 6000 ساله داریم، او میگه که کو دلیلت، کجاست مثالت، کو شهادت نامت؟ ما میگیم این سرازم. یعنی سرازم این شناسنامه تمدنی ماست. مثلا یک مثالی بسیار مشخص گیریم، همین ملکه سراز. وقتی که ملکه سراز کشف شد، باستانشناسان فرانسوی، روسی آمده بودن، حیران ماندن، چون که این فقط یک پاره سفال نیست، این فقط یک آلت مهنت باستانی نیست، بلکه سخن درباره بازیافت می رود که او تمدن و دولت را نشان میدهد. زیرا وقتی که شما همین قبر ملکه سراز را همتون دیدید،
از نظر تمدن شناسی وقتی که او ملیکه اما خود مفهوم ملیکه معناش این است که همین ملت 5,500 سال پیش حدود داشته است، دولت داشته است، پایتخت داشته است، تخت داشته است که در بالای اون ملیکه نشسته است. این دولت. دوم اینکه در او گردن ملیکه، در کوکل او ملیکه، در گوشواراش، در دستوانهاش هنر، یعنی که 5,500 سال پیش این ملت هنر داشته است. این ملت بادیه‌نشین نبوده است. و از همه جالب این خانم‌های زیبا اینجا نشستن، 5,500 سال پیش راهبر این دولت زن بوده است. و درباره استاد کمال همین یک نکته رو فقط بگم که همین وطنداری که استاد در ذهن همه ما جا کردن، با شعر، با سخن، با مقاله، با نقد، با فعالیت ژورنالیستی، با فعالیت تبلیغاتی، استاد دهه به دهه وطن گفته گشتن و همین باعث شد که یکی از مهمترین عامل‌های حفظ دولت ما همین روحیه وطنداری است. استاد را یک تبریک، ولی شما را مردم پنجکند را تبریک میگویم که این سنت بزرگ را ادامه داده، استاد کمال را برای دولت هدیه کنید. تشکر. سرود دوشنبه، شعر کمال نصرالله، آهنگ اولوغبek امامov، در اجرای زرینه اسرافیلова، در رقص گلدختران انسامبل رقصی دلارا. دوشنبه گل افشاند مبارک، بهشتی سبزی دامانت مبارک. دوشنبه گل افشاند مبارک، بهشتی سبزی دامانت مبارک. همه نخل و گلی دنیا وطن یا در این مرزی پوره ساند مبارک. همه نخل و گلی دنیا وطن یا در این مرزی پوره ساند مبارک. دوشنبه این گل افشاند مبارک.
شانت مبارک دوشنبه این گل افشانت مبارک دوشنبه این گل افشانت مبارک بهشتی سبز و دامانت مبارک دوشنبه این گل افشانت مبارک بهشتی سبز و دامانت مبارک همه نخل و گلی دنیا وطن یا در این مرزی پوره سانت مبارک همه نخل و گلی دنیا وطن یا در این مرزی پوره سانت مبارک دوشنبه این گل افشانت مبارک دوشنبه این گل افشانت مبارک دوشنبه این گل افشانت مبارک سرودی وطن سیرشتی من شعر استاد کمال نصرالله آهنگ فروخ محمدов در اجرای حافظ حاتمов و هنرمندان بخش فرهنگ در این گلشن به قدر زنده بودن دوست باید داشت به حق یک نفس فرخنده بودن دوست باید داشت جهان زیبا زمان زیبا زمین و آسمان زیبا چوخاهی در میان ارزنده بودن دوست باید داشت حالا با کمال احترام سخن را به شاعر خلقی تاجیکستان استاد طالب آذرخش می‌دهیم. مرحمت. سلام با استادان ارجمند، سلام با برادران خواهران، سلام با رئیس شهر رودکی، سلام با استاد با همزاد رودکی. ارمغان من پیغام درود سلام و احترام با استاد ارجمند و استاد کمال نصرالله از نام اهل عایله ما، از نام شاعر خلقی تاجیکستان فرزانه، از نام همه اونهایی که با آثار استاد و با خود استاد محبت دارند و سعادت دارند. اصلا همین در 5 روز تولد شده شعر گفتن آسان نیست. در 5 روز بعد رودکی آمده باز من شعر میگویم و باز با نام کمال کجا بود. این خیلی گرد دارد خودش. و ببینید استاد 25 ساله شده است که من یاد دارم استاده. وقتی 25 ساله شدم گفتم که 25م رفت کانی گنجم رفت. 25 ساله شد دیدید استاد نه کانی گنج نرفت کانی گنج آمد. حاضر 75م آمدی با کانی گنجم آمدی با کانی گنجم باید برگردم. شما واقعا یک حلقه طلایی در دستتان استاد. این حلقه طلایی ببینید اگر بگویم از استاد صدرالدین عینی آغاز شده باشد استاد طرزالزاده کتی چقدر بزرگواران ما آوردن حلقه گرفته یکتا گرفته آوردن. همین چند سال استاد مومن قناعت گذاشتن، استاد لایق گذاشتن، استاد بازار صابر گذاشتن، بزرگوی ما رفتن، استاد گلنظر رفتن. ما زود از دست دادیم، بیخبر از دست دادیم. باور کنید به قدری استاد کمال برسید، استاد برسید.
حلقه تیلاری در مؤسسه. ای کاش که راز رودکی را یابم، یک زمزمه ساز رودکی را یابم، هرگز نکنم شکایت از پیری خویش، گر عمر دراز رودکی را یابم. و استاد جان شما اگر اجازت دید من همینه برای رئیس شهر آوردم. ما پیش از سفر ایران ما قریب 5 ماه ایران بودیم همراه فرزانه بانو و یک سفر پیش از سفر ایران رئیس دعوت کردن محفلی همایون همینجا گذرانده، هدیه دادن، دعا دادن و از همون ایران یک کتاب هدیه آوردیم برای شما از نام اهل ولی ما. شما همیشه باشید. تشکری زیاد خوش آمده. حاضرین ارجمند حالا سخن را با کمال احترام به رئیس بخش پنجکنتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان استاد اسماعیل ظریفی می‌دهیم. مرحبا. السلام علیکم حاضرین محترم، استادانی که در این محفل از شهر دوشنبه و خوجند به این محفل ما تشریف آوردند. استاد کمال نصرالله اگرچنده که استاد لایق گفته باشم که من بعد 1000 سال می آیم باز، چون مرغ خجستفال می آیم باز، از بعد 1000 سال یادم بکنی، از بعد 1000 سال می آیم باز. و خوشبختانه استاد کمال بعد رودکی و استاد لایق امروز هستند علاقه و این گفته استاد علاقه نشون میده که امروز ما کمال نصرالله داریم. استاد کمال نصرالله در برابری بزرگی های دیگر دستگیری کلی جوانان ایجادکار هستند و امروز خوشبختانه در اتحاد ادیبان جمهوری قریب 10-12 فائز را زادگان شهر پنجکین تشکیل میدهند که یکی از سران این زادگان استاد کمال نصرالله هستند. استاد کمال از کتابی نخستینشون نوگانی علاقه شاعری خلقی بودند. از کتاب تاجیکستان را دیگر قسمت مکن این کس به درجه استادی رسیده بودند و من خودم را شاعر حساب نمی کنم، یک غزله که نوشتم استاد در 75 سالگی شما: می کشد دل را چو مغناطیس دیوانی غزل، می شمارم من تو را امروز سلطانی غزل. تاجیکستان را دیگر قسمت نکن ای جان من، نوش جانت باد تا آبی زرفشانی غزل. در نمازم رو به محرابی وطن آوردم، در نمازم رو به محرابی وطن آوردم تا که گیرم چاشنی یک بار از نانی غزل. نامه بال کبوتر نامه اخلاص ماست، در فراسوی نگاه برجاست ارکانی غزل. برگزوف از باغ ایجادت به هر درد دواست، برگزوف از باغ ایجادت به هر درد دواست. در فرودگاهی تمنایم بود جان غزل. تا دمی که لانه ها گرمند نوگانی به ماست، تا دمی که لانه ها گرمند نوگانی به ماست. در گذرگاهی دلی ما هست بارانی غزل. تو نپرسی دوست
از زنگوله فریاد من تا بود یک کوزه آب سرد در خانه غزال. دست روی خیش با اشکی سپیده شستم، کم نگردد در دلم قدری نمکدان غزال. بیدلون را بیدلی بیدار کرد و من هنوز آورم کفسنگ از گلباغ خندان غزال. پیشکش کردم برایت گلچینی اشعار را تا نمایی سیر باری در خیابان غزال. دیدم خود را بری آینه های لامکان تا در آغوش خزان بینم گلستان غزال. لذت شاگردی لایق پر و بالت شداد، لذت شاگردی لایق پر و بالت شداد. از شهیدان بس ندا آوردی از کان غزال. در سراغ چشمه آواز بودی سالها، گلخنی گلگشت برای خلق برهان غزال. در بهای جان حضور جان ما بنفته است، لب بود در خنده هر لحظه زی احسان غزال. مخمل آهد رود با نامه سوی آفتاب، مخمل آهد رود با نامه سوی آفتاب تا بیارد از سمای عشق نیسان غزال. اوستادا تا 200 قرن دیگر مانی جوان، اوستادا تا 200 قرن دیگر مانی جوان، تا که در ملکی سخن باشی تو سلطانی غزال، تا که در ملکی سخن باشی سلیمانی غزال. دوستان عزیز، استاد کمال نصرالله شخصیتی هستند که برای ما خیلی عزیز هستند و خوشبختانه در همین دوره جناب عالی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای ما رئیس را فرستادند که پنجکین چنین رئیس فرهنگ پرور را یاد ندارد. نخستین قدمی که رئیس محترم و پنجکین ماندم 80 سالگی استاد لایق بود که بسیار باتنته نگذشت و خودی همین سال 80 سالگی روزنامه‌نگار شهید اولین جنگ تحمیلی مرادالله شیرعلی زاده را گذراندم. 80 سالگی شاعری آوازدار امام مستون شیرعلی را گذراندنشان خودش یک افتخاری ما پنجکینتیان است. و امروز در دست من کتابی است با نامی از بیابان تا باران. دیروز 55 سالگی اسکندری رحمان بود که در این محفل اشتراک کردن نمیدوند و همین کتاب را به من فرستادند که با پیشگفتار حامی جوانان، دستگیر جوانان و شخصیت بزرگ استاد کمال نصرالله به تب رسیده است و همین کتاب را گفتند که از بس که من در نزد استاد رفته نمیتونم به استاد از نام من برسان. ما امروز در شهر پنجکین 10 نفر اعضایان اتفاق نویسندگان عمر به سر میبریم. ناگفته نماند که یگانه شهری که ادیبان از طرف رئیس شهر دستگیری کرده میشوند و ما از نام ادیبان پنجکینی استاد عزیز امروز یک تحفه خاکسارانه برای شما آماده کردیم. میخواهیم که همین تحفه را برای شما سپاریم. ایجاب
تشکری زیاد. سرود مایده میرقصد. شعر کمال نصرالله، آهنگ بهادر نعمتов. در رقص گلدختران انسامبل رقصی دلارا اجرا میکند یعقوب جان اسلامزاده. مایده مایده میرقصی جانم به چشمانته، مایده مایده بی خانم جانم به نگاهته، مایده مایده میرقصی جانم به چشمانته، مایده مایده بی خانم جانم به نگاهته. از دور نگارم آمد خندیده یارم آمد، باغ و بهاری تازه گل در کنارم آمد. از دور نگارم آمد خندیده یارم آمد، باغ و بهاری تازه اندر کنارم آمد. مایده مایده میرقصی جانم به چشمانته، مایده مایده بی خانم جانم به نگاهته، مایده مایده میرقصی جانم به چشمانته، مایده مایده بی خانم جانم به نگاهته. قلبی تو خانه من، عشق ترانه من، با تو بروی عالم ماند نشانه من. قلبی تو خانه من، عشق ترانه من، با تو بروی عالم ماند نشانه من. مایده مایده میرقصی جانم به چشمانته، مایده مایده بی خانم جانم به نگاهته، مایده مایده میرقصی جانم به چشمانته، مایده مایده بی خانم جانم به نگاهته. حاضرین ارجمند، حالا سخنی نوبتی رو به شاعر و نویسنده زیا عبدالله میدهیم. مرحمت. امروز یکی از گردانندگان شادی بزرگ در روبروی شما نشسته است و مهر آریایی بزرگ را نه تنها در تاجیکستان که در دایره کلان آریایی گرداندن دارد. این چرخ همیشه گردان بود و آسیابانش هم همیشه زنده بود. تشکر زیاد. حالا سخن را به ادیب جوان شاعر کوهزاد فتح‌الله میدهیم. مرحمت. استاد کمال نصرالله در دستگیری شاعران جوان خیلی پیشصف هستند و هیچ شاعری جوان نیست که از آن کس ناراضی باشد. همگان راضی هستند نابسته از سین و سال. و البته یک ماه پیش یک کتابی را تهیه کردند که در آن نام تمام شاعران جوان حتی خردترین آنها 18-19 ساله بودند با احترام با دلگرم کردن آنها چاپ کردند که
ما از استاد سپاسگزاریم. واقعا وقتی که من خورد بودم به همین شهر وارد می شدم، در همین روبروی طربخانه مهر و محبت، آن زمان نمیدونم این طربخانه بود یا نه، یک بیت بود با نام شهر آریان پنجکین، خاکی پاکی سعودیان پنجکین. من اولین بیتی که ازبر کرده بودم به گمانم همین بود، اما نمیدونستم شعر مال کیست. و بعدا وقتی که شروع به شعر و یعنی که ایجادکاری آوردیم، فهمیدم که این شعری بلند شعری استاد ارجمند ما کمال نصرالله بوده است. و من گمان میکنم این شعر باز هم در این شهر نازنین که 100 مراتبه بیشتر زیبا شده است، باز در جای نوشته می شود. اصلا استاد بزرگوار درد عاشقان و درد آنهایی را میگویند که با پدر و مادر و به وطن محبت دارند. در مصرع‌های زرین دیگر میگویند که گلی که پروریدم خار بوده است، پس از آن شام روز تار بوده است، همان سرمازده دستی که با مهر به سینه گرم کردم مار بوده است. واقعا خیلی دردی وزنین است. و اما مادرنامه های زبان استاد دارند، میگن که نی آگه ز جان ریش مادر، چرا بیگانه از کیش مادر، چو خوشوقتی روی پیش رفیقان، چو بدبختی بیایی پیش مادر. خیلی درست است. واقعا وقتی که ما خوشبخت و خوشحالیم، بیشتر وقت از مادر فراموش میکنیم، با رفیقانیم، اما بدبخت و محزون شدیم حتما دامان مادر را میگیریم. و من نیز میخواستم یک شعر قرائت کنم که در محفل ایجادی هم استاد کمال نصرالله آن را یک بهای خوب داده بودند که سپاسگزارم. مادرم در شهر با من زندگانی میکند، مادرم در شهر با من زندگانی میکند، زندگی بر من جفا او مهربانی میکند. با هوای تازه ده بس که عادت کرده است، زندگی در شهر بر مادر گرانی میکند. چون نشیند یا بخیزد هر نفس یادی دیگر، از پدر و از روزگاری پادبانی میکند. بس که جمع کرده است گلبرگ و گیاه از پشتها، کلبه او بوی زیرک و زعفرانی میکند. میشود دلتنگ گاهی در چنین شهر عظیم، غصه در دل خنده بر لب شعرخوانی میکند. وقتی طفلی پاسبانم بود شبها تا سحر، بین که حالا هم مرا او پاسبانی میکند. شهر خوب است و شرایط خوب، اما مادرم گریه ها با یاد کوهستان نهانی میکند. مادری دهاتی من در چنین شهری عظیم، زندگانی نه همانا قهرمانی میکند. تا رسم بر جمع امید دلی سرگشتم، از خدا بر من دعای سبز جانی میکند. سپاس میگیم و تمنا میکنیم که پس از 600 سال باز هم به مثل 700 سالگی کمال خوجندی ملت سرب افلاک تاجیک 700 سالگی استاد کمال را خط بگیرند. بار دیگر تهنیت با استادی عزیز. تشکر زیاد. حاضرین ارجمند، باعثی فرحمندی است که در برابری در جشن 75 سالگی شاعری خلقی تاجیکستان کمال نصرالله تشریف آوردن ادیبان، یکی از هنرمندان محبوب و شهرتیار، دارنده مدال خدمت شایسته جمهوری تاجیکستان ارکین اودینایف حضور دارند. استقبال میگیریم. مرحبا.
салому дуруд ба ҳамаи аҳли нишаст. устоди азиз аз номи кулли ҳунармандони душанбешаҳр, хусусан аз номи устод ҷурабек муродов, аз номи акои афзалшо шумо ба ин рӯзи сеюдум табрику таҳният мегӯям. инҷа бисёр суханои хуб шуд, бисёр суханои нек шуд. худованд ба шумо умри дароз диҳад. شود افتادتم
میکنه استاد زنده باشید. دیده ای غم سار دارد خواهر بویی وطن دیار دارد خواهر دیده ای غم سار دارد خواهر بویی وطن دیار دارد خواهر چشمش پوری آب است و دیداری گسل شبه اسکی سر بهار دارد خواهر چشمش پوری آب است و دیداری گسل شبه اسکی سر بهار دارد خواهر یک سرود استاد لایق است. این دیاری بابای رودکی، دیاری بابای کمال، دیاری استاد لایق باید یک سرود لایق کنه خودت عیب میشه. یک دیگه از استاد لایق برای سخن به پروفسور سبحانی اعظمزاد. مرحبا. تشکر.
من در همین تالار نشستم و ذهنم رسید که خدا به شکر همه روز ما را به همین صحنه، به همین نشسته که اهل زیای تاجیک، اهل ادبی تاجیک، اهل علم تاجیک جمع اومدن نصیب کردم. من خیلی خرسند هستم و از اومدنم به پنجکین خرسند هستم که اینقدر اینجا ما غذای معنوی گرفتیم. تشکر برای رئیس شهر و دیگر اهل زیای پنجکین شهر. استاد کمال نصرالله صفتشان زیاد شد، من نمیخواهم زیاد از این صحبت کرده باشم. زمانی بود که تاجیکستان به یک مرحله بسیار نازک رسید و استاد یکی از ترغیبگران خیلی مهمی موضوع تاجیکستان را دیگر قسمت مکن بودند. این برای تاجیکستان خیلی مهم بود. من فکر میکنم که رویه‌ای که در همون مرحله ادبیات تاجیک، رویه‌ای که در همون مرحله خب تاریخ خلق تاجیک به سر ما اومد، خب آفریده های استاد، گفته های استاد، نوشته های استاد برای ملت تاجیک یک ملهمی بود و همین چیز باعث شد که واقعا هم تاجیکستان دیگر قسمت نشد. این چیز برای ما مهم و در سرگه همین تمایل تاریخ خلق تاجیک و ادبیات تاجیک بودن نام استاد کمال نصرالله به نظر من در آینده شاید پژوهش ها خواهد، تحقیق ها خواهد. نقش استاد بزرگ در همین مسئله به هم آوردن ملت، به هم آوردن کشور تاجیک، به هم آوردن مردم ملت تاجیک خیلی مهم باید باشد. خدا کند که همین پیوندهای معنوی همیشه باشد و بار دیگر من خوشنودی خودم را از اشتراک هم در این جلسه امروزه خوب اظهار می‌دارم و به همه شما سعادت و پیروزی ها تمنا دارم. باشد که اموری همه شما در آن باشد. چخیل که اینجا برادر ما کوهزاد فتح‌الله گفتن 700 سالگی استاد را هم نسل آینده با شکوه و تجمل زیاد پیش رفته باشد. تشکر سربلندی برای همه شما خواهانم. تشکر زیاد. ممنون هستم. سرود پرچم، شعر استاد کمال نصرالله، آهنگ دودو بابایر در اجرای هنرمندان انسامبل ترانه و رقص. سعادتی تو پرتوی محبتی و دستی زادگان خود تو نصرتی صداقتی بلا بشارتی وطن بدیل شجاعتی وطن و سوی تو همیشه است مرا عبادتی وطن چون رمزی زختی تاجیکان همیشه برفشان بیمان نشان بختی تاجیکان و دستی جاویدان بیمان چون رمزی تختی تاجیکان همیشه برفشان بیمان نشان بختی تاجیکان و دستی جاویدان بیمان زیر پرتوی تو ما کشیم صف توی تو ننگ و نام ما توی شرف تو از 1000 ساله ها زیکاویان نشانه ای نشانی بختی تاجیکان شکوهی جاویدانه ایم چون رمزی بختی تاجیکان همیشه برفشان بیمان نشانی بختی تاجیکان و دستی جاویدان بیمان چون رمزی تختی تاجیکان همیشه
همیشه پرفیشان بیمان نشانی بختی تاجیکان و دستی جاویدان بیمان بلند بشارتی وطن با دل شجاعتی وطن بسای تو همیشه است مرا عبادتی وطن تو از هزار ساله ها زیکاریان نشانه ای نشانی بختی تاجیکان شکوه جاویدانه ای چو رمز تختی تاجیکان همیشه پرفیشان بیمان نشانی بختی تاجیکان و دست جاویدان بیمان چو رمز تختی تاجیکان همیشه پرفیشان بیمان نشانی بختی تاجیکان و دست جاویدان بیمان با دستی جاویدان سخن به شاعر جوان سینای بوعلی. استاد کمال نصرالله برای بشیر سخن با آن مقدساتی که همیشه شناسنامه ملت ما بوده است عشق یک شرارچه داشته مرا یک علنگه نمودند و محض با توصیه استاد گرامی ما جوان شاعران به جاده ادبیات قدم نهادیم و یک سخن استاد هیچ از یادم نمی رود. دائما می گفتند که در زمان امروز قلم گرفتن، شعر گفتن و خواستن که شاعرک باشی قهرمانی است. همیشه همین تاکید را میکردن و من امروز علیرغم استاد میگویم که چون که اینجا دوره سامانیان به یاد آمد، امروز پنجکند بخارا شد و واقعا آستان رودکی در سرگه شاهراه طی نموده استاد کمال نصرالله می ایستد و آستان خانه من آستان رودکی است. هرچه دارم در بساط خویش آن رودکی است. رودکی از تاجیکستان است و تاجیک زاده است. زرفشان پشت باغم زرفشان رودکی است. بر سر نام زبان من چه سود از بحث ها چون زبان شیردار من زبان رودکی است. واقعا امروز زبان رودکی در سیمای استاد کمال نصرالله باری دیگر از خود درک داد و شهادت داد که به دعواگران و دهان دعواگران مشت محکم زد و گفت بر سر نام زبان من چه سود از بحث ها چون زبان شیردار من زبان رودکی است. شاعری که میگوید که تیز را ناوک پستان وطن است، مرد را
قلعه وجدان وطن است. باید واقعا قهرمان باشد و در جاده به آرزو و آمالها رسیدن رهبری باشد که جوانان از او منفعت بگیرند و در پرتوی مبارکی رهنمایی و غمخوری‌هایش به سعادت برسند. آنی که امروز همین جاده را نورافشان، پربار، پر امید، هموار و همیشه با امید نگه می‌دارد استاد کمال نصرالله است. بار دیگر 75 سالگی عمرتان مبارک و فرخنده باد استاد. و یک چیز دیگر که در زمان استاد کمال نصرالله زندگی کردن افتخار بلند است. من این افتخار را به شما مبارک و تهنیت میگویم. تشکر. سرودی پیشوا، شعری کمال نصرالله، آهنگی افضل شاه شادیف در اجرای خورشید کنجایف. صفای ملت داره، صد جان برای رهای ملت داره، ماننده پیشوای میهن پرور، از نام تن فدای ملت داره، از نام تن فدای ملت داره. هر جا که رویم نوری عزت با ماست، نور و فری پیشوای ملت داریم، در بازوی او توانی صد عصره ماست، در دیده او ضیای ملت داریم، با سرور جانی سار در روی جهان، پیروزی نو برای ملت داریم، با چهره نیکی او قد و قامتی او در روی جهان نمای ملت داریم، در روی جهان نمای ملت داریم. از سنت نیکی ما جهان را بگیریم، خیر و فرید است و پای ملت داریم، تنها نبود سروری ما باگویم، صد جان و دل فدای ملت داریم. ای کاش خداوند نگهبانش باد، ای کاش خداوند نگهبانش باد، او هست که ما بقای ملت داریم، او هست که ما بقای ملت داریم، او هست که ما بقای ملت داریم. زهی ای پیشوای ملتی من، امان باشید برای ملت من. در انتها سخن به شاعر خلقی تاجیکستان استاد کمال نصرالله. مرحبا. من سخن ندارم که همه اندیشه و محبت و چی در سریشتم حاضر احساس میکنم با شما گویم. امروز برای من یک روزی بود که شاید که یکی از زیباترین در خاطرماندترین
خجسته روزهای عمر من بود امروز که و شرافت همین شما من سپاسگزارم گفتم تکرار نمیکنم هلاله بزرگ بگرد که بیا که دل و جان من فدای تو باد سری که بر تن من است خاک پای تو باد دلم به مهر تو 1000 پاره باد و هر پاره 1000 ذره و هر ذره در زیر پای تو باد هر ذره در هوای تو باد یک شعر این فضا این مرز این خان را نخواهم داد آستان مادر جان را نخواهم داد جان بخواهم داد و جانان را نخواهم داد این شرف این ننگ این شان را نخواهم داد تاجیکستان را نخواهم داد کشوری آب مصفا ملک پاکانم کشوری پاکیزه رو پاکیزه ایمانم کشوری زیلال ملک زلجلالانم من زلالی دل و جان را نخواهم داد تاجیکستان را نخواهم داد کو سالان از وطن سرسخت و سنگین است خلق کوهستان تو کوه بتمکین است سرزمین از زازرخشی عشق آذین است سخت و خطلان و بدخشان را نخواهم داد تاجیکستان را نخواهم داد من جهان را اندر این آینه میبینم در فروغ حکمت دیرینه میبینم گنجهایش را درون سینه میبینم این ادب این فضل نیکان را نخواهم داد تاجیکستان را نخواهم داد زخم ماضی مانده تا امروز در جانم من هنوز از آتش درد تو سوزانم با تو میهن با تو میمانم آذرخش جان سوزان را نخواهم داد تاجیکستان را نخواهم داد سنگهایت را به خونم رنگ خواهم کرد جان خود را در سر هر سنگ خواهم کرد هرچه دارم در سر این ننگ خواهم کرد لیک خاک پای پاکان را نخواهم داد تاجیکستان را نخواهم داد سلامت باشید از رئیس محترم که اختر لطف کردن اختر من خودم باره اولین جمعه ادبی که کرده بودم به شرافت 80 سالگی استاد لایق بود همون وقت به یک پدیده بود برای من که دهی جمله دیدم ببینید تمام صدها مردم در هم پای مجسمه استاد لایق 5 ساعت استادن کودک در سر دست مادرها وزفیدا به خاطر سخن به خاطر شعر ایستادن و رفتن نمیخواستن بفهمید این تشبس اولین بود که امیر رئیس محترم برابر آمدنشون و تا امروز این ارزگذاری به فرهنگ به ادبا به عالما به دانشمندا ادامه دارد و امروز من همین یک بزم جمشیدی یکی برای من خاکسار اینقدر بنیاد کردم من حرف گفتنی ندارم و هدیه های گرانبهایی که ببینید اولین بار است که این کس واقعا پیرو صادق پیشوای ملت ما هستند که به هر یک خانه کتاب تقدیم میکنن و شاهنامه تقدیم کردم و پیش از این کتاب تاجیکان رو تقدیم میکنن هدف بزرگی وطن دوستی خوششناسی ملی دارد این چیزا لیکن عیناً همین کار رئیس محترم باید طرزی نباشه کردن ببینید امروز مثلا کتاب چاپ کردن کار آسان نیست خراجات بسیار زیاد دارد ببینید 2 کتاب بنده رو چاپ کردن نشر کردن در این شکل بسیار زیبا و منقش این مجده واسه بیوچیش اشعار من و کتاب شاعر از حبار رودکی یعنی بنده همه مقاله‌های علمای وطنی و خارجی درباره بنده اینجا جمع شدگی من بسیار سپاسگزارم و
و اینکه من ساکنی واقعی شهر پنجگین کرده و سپاسگزارم. شکر وحدت، شکر دولت، شکر استقلال ما، شکر نعمتهای افزون، شکر بر اقبال ما. با همین چاره‌بینی فرهنگی رو به محراب وطن که به مناسبت 75 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان استاد کمال نصرالله بود به انجام میرسد. برای اشتراکتان جهانی سپاس. سلامت و سربلند باشید. شما